شروع 2024 بابا رفیجی هستم، در غربت، در مسافرت، در کشور انگلستان. کوشش کردم که یک بار در فارسی رپ بخوانم بعد از خیلی دیرها. رفیجی احساس کن تا که احساس میتونی یا نه، فقط اینم اینقدر. بله ها، بله ها. برادر بیا که قصه کنم است نوشته این وطن. حاجی چی قصه کنم است نوشته پر از غم. والا راست میگی هرچی بگویی هنوزم از کم. غم و غصه کم کاجی چرز بزن دم بدم. چند روز زندگیست قصه دنیا مفت است، مثال طالبان که یک دولت دوست است. حکومت فروخته شده یک محیط زیست است، زیر سلطه عرب ها نوکرانی 420 است. با خدا قسم این غلان وحشی است طالبان. این دولت به ایمان بدنام است در جهان. هرچی بگم کم است درباره امارت ناتوان. دولت یکتا و قومی عاقبتش از پیش ایمان. مردم از وطن فرار، ملت مانده بیروزگار. درس و مکتب بسته برای ملت پر افتخار. طالب ها جمع وحشی مساوی است به کشتار. مردم غرب کابل همیشه شکار انفجار. چقدر غم و غصه داریم برادر از ابتدا. این دولت های اسلامی همه را کرده تباه. خاک در این دین و مذهبی که اینها دارن. لعنت در این دولتی که پیغام خوب ندارن. فقط حجاب و مدرسه شلاق رسمی اینهاست. غلانی که در کارهایشان پر از جفاست. کار اینها زنان را به حوزه بردن است. این کاری ناشایسته که کاری نامردان است. ما که از کرزی و غنی هم داریم شکایت. نامردان قوم ملت را کردن به عزت. سرمنشه فساد شروع شد از دوران کرزی. ناجوان به منصب همه را خرید برای. بزرگترین خیانت در حق ملت غنیگک. غنی جمع ولد زینا مسایی برآمد کسیگک. زیر چادری فرار از وطن کردن، ملت را تسلیم جانوران کردن. این چی کاری بود که اینها کردن؟ حتی موش هم در قوطی عطاری نکردن. کاری جفاکاری طالب هاست. کار طالب ها کار پست ملا هاست. هر کی در دولت کرزی و غنی سهم داشت، کم از کرزی و غنی هم رحم نداشت. همه در قتل و کشتار، فساد و غارت. همه مفسدان بود نیازمند به رشوت. از محقق خلیلی گرفته تا دانش، از صالح تا نکتای پشت عبدالله چی فرمایش. محب الله اطمر و شیطان بزرگ گلبدین، اینها همه کم نبودن از کافران بیدین. گرگان سمت شمال دوستون و قیصاری، همه سمت شمال کشید از اینها بیزاری. شکایت هم از وکلا و وزیرها، همه را دزدیدن این همه دزها. از سربازان و ترافیکان چی گناه که سردارانشان مبتلا بود به جیبها. معلم هایی که ماشی خوب نداشتن، چی گناه از شاگردانی که رشد نکردن. لطکوبی ترافیکا به جاده ها، غریب و بیوه ها همه زیر پا. دولت های خودخواه همیشان پر از جفا. ملت در غربت در همه جا رسوا. خسته این همه مسافرت در کشورها. سرمایه‌داران کشاندن خود را در آمریکا. باقی مانده روان شد به طرف اروپا. چرا حکم جهاد فقط به افغانها؟ ما همه بیزاریم همه از این ملاها. همچنان بیزاریم از حکمت گذشته ها. سرگذشت میگه ما هستیم خرابترین مردم دنیا. این گفتار من نیست، دنیا میگه به ما. جهل و بیسوادی ما را کشانده به گناه. سرنوشت این ملت بوده همیشه جزا. الان کاری از کار گذشته در حق ملت جفا. دولت جهل و ستم نوکران بیگانه ها. در اوایل نوکر انگلیس ها، در آخرم نوکران حکمت دالخورها.